علیکم تماشاچیان عزیز، همگیتون خوبین؟ امروز تیار میکنیم آش پلاو. نمام محصول شکر کابیستان. آشی پلاوی تو چیکار؟ همه میدونن، همه میخورن، چیزی بالا سر آشی پلاو. همه میدونن، همه میخورن، چیزی بالا سر آشی پلاو. چیزی بالا سر آشی پلاو. عجایب پنج سحر عجایب آشی نهار عجایب آشی پلاو خوشمزه آشی پلاو با مزه لذت برای دل و جان آشی پلاوی تو چیکار همه میدونن همه میخورن چیزی با لذت آشی پلاو آش ما تیار شد. تماشاچیان عزیز، الان آمده دهمیجه ویدیو با اخیر میرسه و همه شما تنی صحت عمری دراز خواهان من همه چیز قیمتترین در روی دنیا ای سلامتی عزیزان دلی من. خیر تا ویدیوهای آینده خداوند همه گیتی نگهدار.